خیلی استرس دارم، ببخشید. نه ممنون، نیازی نیست. وای چرا اینجوری میشه؟ نه ترسین، چیزی نیست، چاله هواییه. من خیلی استرس دارم، ببخشید. میشه شما دست منو بگیرین؟ اینجوری یکم آرومتر میشم. شرمنده خانم، من نمیتونم. تو رو خدا ببخشید آقا، من نامزد دارم. داداش بیا کنار، بیا این وجای من بشین، من بیام جات که دست خانمو بگیرم. نه ممنون، نیازی نیست، زحمت نکشین. نه بابا چه زحمتی، یه دست دیگه. پاشو داداش. میگم منم استرس دارم، دست منو بگیر. نکن آقا، دستتو بکش. تو رو خدا شانسو ببین. داداش باورم نمیشه، یکم دیگه میریم پیشش. نمیدونی چه هیجانی دارم. یکم دیگه؟ لامصب 12 ساعت دیگه تو راهیم. ملت میرن سوئیس، اسپانیا، نهایتا تایلند. اون وقت ما داریم میریم هند. آخه ما که واسه تفریح نمیریم مرد حسابی. داداشت داره میره خواستگاری. این همه دختر رنگارنگ تو امریکا هست، اون وقت تو باید بری اینترنتی یکیو پیدا کنی، اونم تو کلکته. اصلا مغز تو کلته؟ نه داداش، آدم عاشق جغرافیا سرش نمیشه. من با دل و جون عاشق کارینا شدم. بعدم مگه نشنیدی میگن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد؟ حالا این طاووس کی؟ همین کارینا دیگه. خب خواهری، دختر خاله‌ای چیزی نداره واسه من که منم پول بلیتمو حلال کنم؟ بالاخره این همه را دارم باید میام دیگه. دهن سرویس، تو واسه خاطر من داری میای؟ مثلا قراره اونجا واسه من خواستگاری کنی، بعد اون وقت دنبال دوست دختری؟ تو رو خدا این یه سفر رو به خاطر من رعایت کن، آبروریزی نکنی ها. بابا چه آبروریزی؟ تو داری میری زن بگیری، خواهرشم من میگیرم. این همه را دارم باهات میام دیگه، یه زنم من بگیرم، چی میشه مگه؟ بابا مگه اومدی هندونه فروشی؟ بعدم از کی تا حالا تو بگیر شدی؟ حالا اگه یه چیز خوبی باشه شاید بگیرم. داداش ما داریم الان کجا میریم؟ داداش داریم میریم در خونه کارینا اینا دیگه. خب بابا میذاشتی اول بریم هتل یه ذره استراحت کنیم. هتل؟ دیگه این حرفو نزنی یا. خونه کارینا اینا 10 تا اتاق خواب داره، تو هر اتاقی که دلت خواست بگیر بخواب. اگه اینجوریه من دلم میخواد تو اتاق خواهرش بخوابم. خجالت بکش بابا، تو آدم نمیشی؟ حالا تو چرا داری غیرتی میشی؟ خواهر اونه. یه تاکسی بگیر، مردیم از گرما. آخه یه مشکلی هست، من آدرسشو ندارم. خب زنگ بزن ازش بپرس. نه برای شما $50. من آدرسشو ندارم. خب زنگ بزن ازش بپرس. نابغه، مثلا ما داریم سرزده میریم که سورپرایزش کنیم. خب چه جوری میخوایم بریم بی آدرس؟ تا کجا پیاده بریم؟ اصلا مگه میشه تو این کلکته به این شلوغی بی آدرس کسی رو پیدا کرد؟ من تا کی دست تو بکشم؟ خب بابا چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ همچین بی آدرس هم نیستیم، من محلشونو بلدم، میریم اونجا پرسجو میکنیم پیدا میکنیم دیگه. خب یه تاکسی بگی. خیلی خوب. بفرمایید، اینم 50 روپیه. نه برای شما $50. یعنی چی؟ اولش پرسیدیم گفتی 50 روپیه، چرا دبه میکنی؟ 50 روپیه برای هندی های هندوستان که دهه، برای شما بنگوان های بازنده که توریست بوده $50 منطقی می باشد. این چه مسخره بازیه؟ مرد که کلا بردار، میریم ازت شکایت میکنیم ها، بالاخره مملکت قانون داره. هر جا که خواستین برین اما اول $50 من رو بدید. میریم ازت شکایت میکنیم ها، بالاخره مملکت قانون داره. هر جا که خواستین برین اما اول $50 من رو بدید، بعد رفتن کرده. ولش کن داداش، سگ خور. بیا آقا. واسه چی دادی؟
قشنگ کرد تو پاچمون. اب نداره داداش، فکر کن شیرینی عروسیمونو دادیم. به جای این ریخت و پاشا یه ناهار بده بخوریم، مردیم از گشنگی. باشه داداش، من نوکرتم هستم. یه جای درست حسابی لاکچری ها. حله داداش، فقط من که اینجا رو خوب نمیشناسم. اونش با من. آقا ببخشید، ما اینجا توریستیم، خیلی هم گرسنمونه. یه رستوران درجه یک خوب بهمون این دور و برا معرفی میکنی؟ بله خیلی خوش آمد کرده دوستان. اینجا انتهای همین خیابان یک غذاخوری درجه یک است به اسم لالی چنگاهی که اگه یک بار اونجا غذا خوردن کرده تا آخر عمر طعمش را فراموش نکرده. دمت گرم. ممنون. قابلی نداشت، میشه $20. یعنی چی؟ الان پول میخوای؟ آره دیگه، بوس که نخواستم، پول منو بدید. بابت چی؟ بابت معرفی رستوران. خدایی $20 خیلی زیاده. بیا بریم بابا، ولش کن. چه لاشخوری یعنی اینا؟ ای آقا، حسابتان را کردن کرده وگرنه خودتان را کردن میکردهم. به شرفم قسم، من یکی که امکان نداره به این مرتی که یک قرون پول زور بدم، حتی اگه شده اینجا کشته بشم. داداش حالا میخوای انقدر ماجرا رو دراماتیکش نکن. قسمم نخور چون من پول نقد همرام نیست. بده بهش. فکر کن اینم شیرینی عروسی داداشته. ای تو اون عروسی، خدایا من چه گیری کردم؟ آخه مگه دختر قطع بود؟